این جمعیت بزرگ رو می‌بینید؟ این حضور مردم نه به خاطر ظهر عاشورا است، نه راهپیمایی 22 بهمن. این 10 مهر ماه 95 شنبه‌ای که مردم نیشابور حاضر شدن کار زندگیشون رو کنار بذارن تا با شور و اشتیاق لحظه اعدام این قاتل و متجاوز بیرحم رو با هم ببینن. متجاوزی که شاید 2 روز طول نمیکشه که توسط پلیس دستگیر میشه. روند چندین و چند ماهه تکمیل پرونده و دادگاه براش تو 4 روز طی میشه و تو سریع‌ترین حالت ممکن اجرا حکم اعدام براش انجام میشه. قاتلی که خودش از شدت ندامت و پشیمونی تو آخرین صحبتاش درخواست میکنه بعد فوتش اون رو تو خاک دفن نکنن، به جاش تو بیابونا رهاش کنن تا غذای حیوانات درنده بشه. برای شنیدن مطالب بیشتر از پرونده قتل وحشیانه کیانا کوچولو شما رو به دیدن این ویدیو دعوت میکنم. ماجرای این جنایت از 21 شهریور سال 95 شروع شد، یعنی وقتی که از بیمارستان با خانواده حسینی تماس گرفته شد و به اونا خبر دادن که پدر آقا جواد در شرایط نامناسبی به بیمارستان منتقل شده و اونجا بستری شده. بعد رسیدن این خبر سید جواد حسینی روز دوشنبه 21 شهریور ماه به همراه خانواده‌اش و دختر بچه 7 سالش به نام کیانا از تهران راهی زادگاهش شدن تا بتونن به دیدن پدرشون برن. به گفته دور و بریا و اقوام انگار پدر سید جواد تو باغ خودش مشغول جمع‌آوری گردوها بوده که ناگهان از بالای درخت به پایین سقوط میکنه. بعد این سقوط همه دنده‌هاش دچار شکستگی شدیدی میشه و اونو به بیمارستان نیشابور میبرن. دکترای نیشابور هم سعی میکنن اونو مداوا کنن، ولی از اونجایی که عفونت تو بدنش به سرعت در حال افزایش بود، خانواده‌اش تصمیم میگیرن اونو به بیمارستان مشهد منتقل کنن. انتقال حاجی به مشهد از فردی جز پسر بزرگش یعنی سید جواد انتظار نمیرفت و اون که از تهران راهی نیشابور شده بود بعد از رسیدن به نیشابور بچه‌هاشو به مادرش سپرد و خودش به همراه همسرش راهی مشهد شد. آقا جواد 2 دختر و 1 پسر داشت که اون شب پیش مادر بزرگشون خوابیدن، ولی وقتی فردا صبح ساعت 8:30 مادر بزرگ برای بیدار کردنشون میره میبینه کیانا نیست. اول تو خونه و کوچه رو میگردن و از عمه‌های کیانا خبرشو میگیرن، ولی انگار کیانا 7 ساله شب خوابیده و صبح آب شده رفته تو زمین. مادر بزرگ و دختراش تا ساعت 11 به گشتن دنبال کیانا ادامه میدن، ولی با پیدا نشدن کوچکترین ردی از این دختر تصمیم میگیرن با پدرش تماس بگیرن. سید جواد مشغول انجام کارهای پدرش بود که با شنیدن این خبر از مادر بزرگ شوکه شد و سریعا تصمیم میگیره برگرده نیشابور. وقتی جواد به نیشابور میرسه متوجه میشه هنوز دخترش پیدا نشده. به سرعت به اداره آگاهی میره و گم شدن دخترش رو گزارش میده. اونا که تصور میکردن کیانا صبح برای بازی به پارک محل رفته، ولی چون شهر براش ناآشنا بوده تو مسیر برگشت گم شده. عکسای اونو تو سطح شهر پخش میکنن تا شاید اینطوری دخترشون رو پیدا کنن، اما هیچ خبری از دختر بچه نمیشه. 2 روز از گم شدن کیانا گذشته بود، اما هنوز هیچ سرنخی ازش پیدا نشده بود. تحقیقات و استعلام مراکز مختلف به جایی نرسیده بود و حالا این فرضیه که ممکنه کیانا قربانی جنایت شده باشه مد نظر قرار گرفت. با پیدا نشدن کیانا مأمورین مشکوک میشن که شاید این مفقودی نتیجه انتقام گیری باشه و جلسه‌ای در این باره برگزار میشه. کارآگاهان به تحقیق از خانواده کیانا پرداختن. اونا به دنبال فردی میگشتن که احتمال داشت با این خانواده اختلاف و دشمنی داشته باشه. در جریان این بررسی‌ها مادر بزرگ کیانا از شکش نسبت به شوهر عمه کیانا صحبت میکنه، کسی که سابقه کیفری داشت و رابطه خوبی با خانواده همسرش نداشت. شوهر عمه کیانا مردی 37 ساله بود که 2 پسر داشت و داخل یه مغازه کار میکرد. اون از حدود 4 سال پیش تو نیشابور زندگی میکرد، اما ماجرای اختلافی که اون با خانواده همسرش داشت به چند سال قبل برمیگشت. اختلافی که ناشی از گم شدن مقداری طلا از خونه مادر بزرگ کیانا بود و همه به مهدی مظنون بودن. همین شک هم باعث شده بود که رابطه اون با خانواده همسرش خراب بشه و از اونا کینه به دل بگیره. با اطلاعاتی که به دست اومده مهدی تنها کسی بود که احتمال داشت به خاطر انتقام جویی دست به ربودن کیانا زده و همین دلیل دستور بازداشت او صادر شد. مهدی برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد، اما کسی خبر نداشت که اون قبل از بازداشت همه چی رو به برادرش گفته. مامورین پلیس به تحقیق از مهدی پرداختن
اما اون مدعی شد که از سرنوشت کیانا خبر نداره. مهدی میگه دلیلی نداره که اون دختر بچه رو دزدیده باشه و تو مدت 2 روز که از گم شدن دختر بچه گذشته خودش همپای پلیس و خانواده کیانا به دنبال اون میگشته. بازجویی از مرد جوان ادامه داشت که خبر رسید برادر مهدی پیش پدر کیانا رفته و با شرح کل ماجرا درخواست بخشش ازش کرده. وقتی مامورین آگاهی در جریان این مکالمه قرار گرفتن، بازجویی از مهدی دوباره آغاز شد. مهدی که دید رازش پیش مامورین لو رفته، به رو بودن و قتل دختر بچه 7 ساله اعتراف کرد. بهتر این قسمت رو از زبون خود مهدی روی صندلی بازجویی بشنویم. من با مادر زنم و پدر کیانا اختلافاتی داشتم، اما اونقدری نبود که بخوام همچین کاری بکنم. اصلا نمیدونم چی شد که همچین کاری کردم. اون شب از پیش دوستام می اومدم و مواد مصرف کرده بودم. وقتی که فهمیدم پدر زنم توی بیمارستانه و برادر زنم با خانم و بچه‌هاش اومدن نیشابور و همگی جمع هستن، آخرای شب برای دیدنشون جلوی خونه پدرزنم رفتم تا بهشون سر بزنم، اما کسی درو باز نکرد. همون لحظه فکرای شیطانی به سرم زد. از طرفی به زنم نیاز داشتم و از طرفی هم میخواستم تلافی جواد و سرش در بیارم. برای همین از درختی که جلوی حیاط خونه پدرزنم بود بالا رفتم و وارد خونه پدرزنم شدم. وقتی وارد خونه شدم همه خواب بودن. وارد اتاق خواب شدم و دختر کوچیک جواد رو دیدم که روی زمین خوابیده. به آرومی بدون اینکه بیدار بشه بغلش کردم و از خونه خارج شدم. اونو گذاشتم روی موتور و رفتم سمت خونه خودمون. میون مسیر کیانا یه بار بیدار شد و بهانه گرفت که بهش گفتم بابات اومده خونه ما، میخوام ببرمت اونجا. اونم ساکت شد و همراه هم اومد. اون لحظه فقط به انتقام فکر میکردم. با احساس بعدی که جواد و مادرش تو زندگی برای من درست کرده بودن، من اون طلاها رو ندزدیده بودم و بعد چند روز تو خونهشون پیدا شد. ولی حتی بعد اون ماجرا اونا منو مقصر میدونستن و همه غرورم شکسته بود. من پیش اونا کوچیک و ضعیف شده بودم. اون شب با هر ضرب و فشاری که به دختر جواد میآوردم حس قدرت میگرفتم. روسریشو دور دهنش پیچیده بودم و بهش تعرض میکردم. اون همش گریه میکرد ولی دیدن گریه‌هاش تسکین دهنده دردای خودم بود. مدام سعی میکرد جلوی راه دهنشو باز کنه و بهم میگفت ولم کن، به بابام میگم که اذیتم میکنی. منم ترسیده بودم ولی نمیخواستم از اون احساس جنون و خوشی که داشتم بیرون بیام. فقط با خنده میگفتم مگه بابات کجاست که بهش بگی. یکم که به خودم اومدم و تاثیر اون مواد کمتر شده بود، عقلم اومده بود سر جاش و ترس بهم غالب شده بود. اون دختر جواد بود. اگه میگذاشتم از خونه بیرون میرفت آبرومو میبرد. دوباره پیش خانواده همسرم کوچیک میشدم و همه چیمو از دست میدادم. سر همین بود که روسری دور دهنشو کشیدم، دور گردنش محکم فشار دادم. گره روسری باید گره‌ای میشد به لو رفتن ماجرای اون شب و از بین رفتن آبروی من. چند ثانیه طول نکشید که دست و پا زدنش تموم شد و خفه شد. با دیدن اون لحظه دیگه میدونستم چیزی تهدیدم نمیکنه. دیگه میتونستم فردای صبح که پاشم برم خونه مادر زنم و باهاشون دنبال نوش بگردم، اون به من مثل پسرش نگاه میکنه. ساعت 4 صبح بود که جسد رو داخل چادر پیچیدم و به یکی از باغهای پدرزنم که میدونستم کسی اون موقع اونورا پیدا نمیشه بردم. یه چاله کوچیکم برای مخفی کردن جسد اون کوچولو کافی بود و یکم نخاله و زباله ساختمون اونورا بود که روش انداختم و با طلوع خورشید از اونجا برگشتم و بعدم خونه رو مرتب کردم و با خیال راحت خوابیدم. ظهرم برای اینکه بهم شک نکنن با اعضای خانواده زنم همراه شدم و برای پیدا کردن کیانا کمکشون کردم. ولی فرداش که دیدم همه چی داره خوب پیش میره و با وجود این اتفاق اونا با من رفتار بدی ندارن و در ظاهر انگار منو مقصر نمیدونن، با عذاب وجدان پیش برادر بزرگترم رفتم و ماجرای اون شبو براش تعریف کردم و الانم از کارم پشیمونم. بعد این اعترافات مامورین به همراه کادر پزشکی و مهدی به صحنه دفن جسد رفتن و جسد کیانا بعد از پیدا شدن محل اختفای اون به پزشکی قانونی منتقل شد. طی 4 روز تاییدیه پزشک قانونی بر ضرب و شتم و تجاوز به این دختر 7 ساله اومد و ریز به ریز اطلاعات در صحنه جرم بازسازی شد. با اعتراف سریع مهدی و مشخص شدن تمام ابعاد این پرونده، مسئولین قضایی شهر تصمیم گرفتن با این پرونده به صورت ویژه رسیدگی کنند. در حالی که جسد کیانا پس از بررسی‌های تخصصی در اختیار خانواده‌اش قرار گرفت تا مراسم خاکسپاری انجام بشه، مسئولین قضایی نیشابور در تدارک انجام سریع
محاکمه مرد جنایتکار بودند. این پرونده پر سر و صدا و تنها 6 روز بعد از گم شدن این دختر برگزار شد و والدین کیانا برای قاتل درخواست حکم قصاص کردند. مهدی در جلسه دادگاه در مورد انگیزه خودش از این جنایات گفت: به خاطر اختلافات خانوادگی که از قبل با خانواده همسرم داشتم تصمیم به این کار گرفتم و با ربودن و تعرض به کیانا قصد انتقام گیری از اونا رو داشتم. متهم بعد فهمیدن رأی قطعی دادگاه مبنی بر اعدامش به وکیلای خودش اجازه دفاع ازش رو نداد و گفت میخوام سریعتر اعدام بشم. حتی تو آخرین صحبتاش درخواست میکنه که بعد از اعدام منو دفن نکنید و بذارید خوراک حیوانات وحشی بشم، چون تن کثیف من لیاقت خاک رو هم نداره. در آخر شوهر عمه کفتار صفت از حیث تجاوز به اعدام در ملأ عام به دلیل آدمربایی به 15 سال حبس محکوم شد و در نهایت بعد یک هفته مهدی در 10 مهر ماه 1395 در حضور جمعیت زیادی که به چهارراه انقلاب نیشابور برای تماشای اجرای حکم و نشون دادن رضایت و خوشحالی خودشون اومده بودند اعدام شد. اعدام قاتل این پرونده با فاصله زمانی کمتر از 2 هفته بعد از ارتکاب جرم سریعترین اعدام تاریخ ایران به نظر میاد. در پایان این پرونده جنایی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این پرونده جنایی با ما به اشتراک بگذارید.